خب دوستان ارجمند، چون انانه قبل از شروع رقابت ما میبینیم که رسمیات هم به اینوبت گرفته می شود. مخصوصا سرود ملی جمهوری تاجیکستان هم قبل از آغاز رقابت صدا میدهد و بهترین بازیگران در هیئت هر دوی دسته هنرنمایی خواهند کرد. سر اول ما هیئت داوران رو برای شما معرفی خواهیم کرد که امروز بهترین داوران هم در فوتبال مملکت این بازی رو حکمی خواهند کرد. فکر میکنم اونها نیز الکی به صبرانه آغاز موسم امساله فوتبال رو انتظار هستند. خب در چهارگانه اولی دسته سپر امروز ما اسم شوکت حلیموف رو نمیبینیم. همچنین لیگنرون گفتیم که در کرسی احتیاطی قرار دارند. اقبال واسطزاده شروع میکند رقابت رو از مرکز. رحمان علی شریفوف در خط دفاع، امید خوزیف، اقبال واسطزاده و باز یک نفر دیگر این هم باشد صابرجان گلیاکوف بازی میکنند. اینها بازیگرانی واقعا هم پرتجربه فوتبال مملکت هستند و یک جا با بازیگران دسته سورو کمپانیا در هیئت منتخب فوتبال مملکت بازی میکنند. واقعا هم حالا در میدان آنها رقیب هم دیگر هستند در بازی امروز، ولی اصلا در بیرون از میدان و در مسابقه بین المللی البته یک جا شریف تیم ملی فوتبال ما رو حمایت خواهند کرد. خب بیاید متوجه میشویم اکنون با اداره کردن توپ از جانب بازیگران دسته سورو کمپانیا. محمد شریفوف رقابت میکند با گلیاکوف، ولی اینجا قاعده ویرانکنی نخستین در آغاز رقابت از جانب صابرجان گلیاکوف میرود و بازیگر دیگری دسته سورو کمپانیا این از باشگاه فوتبالی بوتاپارس است، محسن محمدزاده. حالا ادامه حمله از جانب بازیگران سپر و ببینید که چگونه دروازه‌بان سورو کمپانیا سیوی عالی انجام میدهد و امید کوزیف نتوانست دروازه او را رخ نکند. مهدی مصطفی در اولین حمله که بازیگران حریف داشتند موفق شد. ضربه کنجی با بازیگذاری شروع می شود از سوی بازیگران سپر. شوکت حلیموف، اقبال واسطزاده، بسیار امکانیت خوب برای اقبال و ببینید که حرکتش حریف رو هم فریب داد. توپ روی بازیگران سپر، ضربه شوکت حلیموف، توپ در اختیار بازیگران سورو کمپانیا. پرتاب انجام شد و بختیار سالیف اما به نتیجه کارت زرد اینجا نه اینجا از همون وقتی معین شده دیرتر دروازه‌بان دسته سپر توپ رو به بازی در آورد. با این خاطر و بسیار بازیگزاری عالی حساب شده می شود دوستان ارجمند. مصطفی اینجا یگان بازیگر دسته سپر مانع شده نتوانست و توپ را ادریس یارف با درون دروازه روان کرد و این همان طرح خود دستور تاکتیکای سرمربی تیم سورو بود که آنها از ضربه جریمه‌ای این فرصت رو با منفعت کار استفاده بردند. بیاید به لحظه تکرار متوجه میشویم. ضربه اونقدر سخت نبود ولی بسیار خفناک. با این خاطر بازیگران دسته سپر هم اندک سراسیمه شدند وگرنه امکانی برطرف کردن آن وجود داشت و بازی رو باز می‌دارد، وقت هم باز داشته می شود. فیصلی سردارف، ضربه و گل زیبا از جانب فیصلی سردارف، حساب 2-0 و ببینید که چگونه فیصلی سردارف در دقیقه 11 توپ را از مرکز میدان به درون دروازه شهرت رسولزاده روان میکند و حساب را افزون می نماید. یک بار پای هم بازیگران سورو کمپانیا دو دفعه موفق شدند که دروازه سپر را رخ نکنند. ادامه حمله دسته سپر،
پاس و اینجا ضربه از جانب شوکت حلیموف به نتیجه بازیگران سارا امکانیت پیدا میکنند. فیصلی سردارov و دروازه‌بان شهرت رسولزاده قاعده بازی رو ویران میکند و آگاهی میگیرد یا دوباران بین هم مشورت میکنند. بیاید به لحظه تکرار متوجه میشویم. واقعا هم توپ‌ربایی فیصلی سردارov بسیار عالی بود. شهرت رسولزاده خواست توپ رو از نزد پای فیصلی سردارov گیرد و قاعده بازی رو ویران میکند. دروازه‌بان دسته سپر. خب حالا امکانیت بسیار مساعد برای بازیگران سارا کامپانیا. آنها فرصت دارند که حساب را 3-0 نمایند. ضربه اجرا می شود و گل. حساب 3-0 با فایده دسته سارا کامپانیا. محسن محمدی‌زاده لگیونر ایرانی دسته سارا کامپانیا با زدن گل دست می‌یابد. توپ را به کنج بالای دروازه روان کرد و دروازه‌بان سپر باشد موفق نشد برای برگرداندن آن و ضربه زده می‌شود. اینجا توپ به دست بازیگری دسته سارا برخورد است. خب این هم قاعده ویرانکنی ششم بود. دابل پنالتی انیخته‌اش به فایده دسته سپر. حالا اقبال واسیزاده ضربه را اجرا میکند. نه نفر دیگر و دروازه‌بان مهدی مصطفی این ضربه را برمیگرداند. خیلی عالی بازی کرده است از دروازه‌بان دسته سارا در دیدار امروزه. برگردانید با دست راست. با اطلاع داور حالا دروازه‌بان از موقع معین کرده داور بیرون برآمده است. به این خاطر ضربه از سر نو اجرا کرده می شود. باید دروازه‌بان از همون موقعی که داور گفت بیرون نآید در وقت اجرا کردن ضربه. در فوتزال البته ضربه 9 متر است. در فوتبال خود که البته در بیرون بسیار برگزار کرده می شود در میدان‌های دیگر ضربه های 10 متره. خب بیاید متوجه میشیم که ضربه باز از جانب کی اجرا کرده می شود. این دفعه شاید اقبال واسیزاده ضربه زند. نه باز همان بازیگر و موفق نمی شوند بازیگران سپر و باز هم دروازه‌بان توانست این وضعیت را رفع کند. عکس العمل دسته سارا. ببینید چگونه امکانیت بود. دروازه‌بان مهدی مصطفی در دو حالت هم ارزنده هنرنمایی کرده توانست. حمله نوبتی دسته سپر. لگیونر این دسته تحت رقم ششم مصطفی امیرخانی حالا موفق نشد. بازیگزاری میکنند بازیگران سارا و گل و یکی از گل‌های زیبا هم در بازی امروزه باز به قید گرفته می شود. محسن محمدزاده دوبل میکند و توپ را از مسافه دور به کنج دروازه تیم سپر روان کرد. اونجا سمندر رزاموف اولی شده به توپ نرسید و گذاشت که هم دسته او ضربه را اجرا کند و همین طور موفق شدن بازیگران سارا کامپانیا. اقبال واسیزاده بازیگران عوض شدند در هیئت دسته سپر. محمد خوزیف، شوکت حلیموف. حلیموف هم بعد از اصابت خود برگشت با میدان ولی حالا معلوم می شود که مثل پیشینه مثل سالهای قبل با حالت خوب ورزشی نیست. خب ببینید که چگونه محسن محمدزاده
توپ را به کنج دروازه شهرت رسولزاده روان کرد. بسیار ضربه سخت هم اجرا شد با اشتراک او. باز هم خواهید بیان کنید لفه از جانب بازیگران تیم سورو. امکاناتی مساعد برای بازیگران تیم سپار. خب این دابل پنالتی است. خواهید ویران کنید ششم با اشتراک بازیگران سورو کمپانیا در قسم دیوم. خب در نزد تو بالا کدام بازیگر است؟ بازیگر رقم پنجم عبدالصمد رحمانوف. او در بازی امروز عموما به میدان نبرآمد ولی حالا محض ضربه پنالتی را اجرا میکند. بازیگر رقم 5 شاید ضربه های سخت دارد. خوشوقت ایسوف حالا در دروازه دسته سورو و ایسوف 4-1 می شود. در دروازه دسته سورو کمپانیا خوشبخت ایسوف قرار گرفت و عبدالصمد رحمانوف زود حالا میدان را ترک میکند تنها به خاطر اجرا کردن چنین ضربه ها به میدان آمده بود. و اگر ضربه دابل پنالتی رو هم در قسم اول او اجرا میکرد ریزاپور و باز هم پنالتی با دروازه دسته سورو و باز هم فرصت مناسب و یک بار در آخری رقابت ببینید که حساسیت خیلی زیاد می شود. این دفعه هم حالا با عبدالصمد رحمانوف فرصت میدهند که این ضربه را اجرا کند. در دروازه اکنون دروازه‌بان اساسی مهدی مصطفی قرار میگیرد. بیاید میبینیم ضربه چگونه اجرا میشود. ضربه اجرا میشود و گل. و یک بار دو ضربه دابل پنالتی با اشتراک این بازیگر که عموما در بازی امروز به میدان نمیاد اما از ضربه ها بسیار خوب مهارت نشون میدهد. و واقعا هم اگر ضربه که در قسم اول هم بود او اجرا میکرد شاید حالا سپر در برابر سورو تا لحظه آخرین مبارزه میبرد و شاید حالا هم چند ثانیه دیگر باقی مانده است. فرصت از دست نرفته است برای دسته سپر. ولی توپ را نگاه می‌دارد مهدی مصطفی. زود پرتابی او. حالا ادامه حمله دسته سورو و همین طور وقت به انجام می‌رسد دوستان ارجمند. حساب 4-2 تیم سورو کمپانیا دوشنبه برنده سوپر جام تاجیکستان اوید به فوتزال در سال 2022 گردید. واقعا هم اونها خیلی خوب هنرنمایی کردند و توانستند با تفاوت 4 گل و تا لحظه های آخرین موفق شوند و 2 گل بازیگران دسته سپر تنها در دقیقه اخیر وارد دروازه سورو کمپانیا شد که این نتوانست حساسیت را تا لحظه آخرین نگاه دارد. البته دیر کردن بازیگران سپر ولی به هر صورت احسن برای هر دو دسته. حالا ببینید دستفشاری بازیگران هر دو دسته در میدان است و اینجا سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان پتر شرکت هم در این تالار قرار داشته است. البته اون نمیتواند از میان این بازیگران و تیم ملی بازیگر وارد کنند ولی در اصل برای تماشای این بازی آمده است. والیبال را با جایزه تقدیم میکنند. خب مهدی مصطفی بهترین بازیگر اعتراف کرده در بازی برای دریافت سوپر جام مملکت و احسن واقعا هم او بهترین بود در این رقابت که الکی او را قدر کردند. هموطنی او محسن محمدزاده هم در سطح بلند بازی کرد. فیضعلی سردارов هم یکی از بهترین ها بود در بازی امروزه.
خب اکنون مدال ها و دسته سپر سپریده می شود. مدال های نقره در بازی برای دریافت سوپر جامی مملکت و واقعا هم حیاتی دیگر است. تیم سپر امید کوزیف والا بازیگری رقم 12. خب در زبان احتیاطی این دسته باباجان عبدالقاورزاده، صابرجان گلیاکов، شهرت رسولزاده، اقبال واسطزاده، شوکت حلیمов، رحمان علی شریفов و باز لیگنرون این دسته از جمله مصطفی امیرخانی، مصطفی موسوین، مهران ریزاپور، مسحوق حسنپور، عبدالصمد رحمانов مؤلف 2 گل و بعدا ستاد مربیانی دسته با مدال ها سرفراز گردانیده می شود. خب برندگان سوپر جام تاجیکستان بازیگران دسته سورو کمپانیا این حال با مدال ها سرفراز گردانده می شوند. بیایید یک به یک اسم هر یک بازیگری دسته سورو کمپانیا رو هم برای شما خواهیم گرفت. خب اینک دوستان ارجمند، نسیم شریفov، فیروز سنگوف، نکروز علی محمدov، خوشبخت ایسایف، ادریس یاروف، سمندر ریزوموف، بختیار سولیف، محمد شریفov، دلشاد سلاموف، دروازه‌بان مهدی مصطفایی، بازیگری که در این رقابت مؤلف 2 گل شد محسن محمدزاده و همچنین مربیان ستاد مربیان اکبر ارتقاف که در گذشته در دسته سورو بازی کرده است، مربی تحلیلگر شراف‌الدین گندایف، دختری دسته انور جلیلov، همچنین مدیری باشگاه فوتزالی سورو کمپانیا اینجا نیست. البته در اکران های ما با شما الچیبک رشیدبکov یکی از متخصصان خوبی فوتزال و بعدا سرمربی دسته پایرا وحیدov و دایرکتوری دسته فوتزالی سورو نورالدین давлатов. حالا سوپر جام کشور با کاپیتانی دسته سورو کمپانیا تقدیم کرده می شود. فایزعلی سردارов. مبارک باشد برای دسته سورو کمپانیا پیروزی در سوپر جام تاجیکستان 2022 و اکنون موسم نوی فوتزال هم شروع می شود. دوستان ارجمند، ما و شما رو بهترین رقابت ها در پیش انتظار است و شبکه فوتبال، شبکه ورزش با دست دادن امکانیت حتما بهترین بازی ها رو با اشتراک دسته های فوتزالی مملکت منظور شما خواهد کرد. در اینجا با شما خیر خوش میکنیم. بابا خالمزاده بودم، بازی رو برای شما شرح و توضیح دادم. صحتمند و پیروز باشد. خیر.